سلام بچه ها، خوش اومدید به یه ولاگ دیگه با من. این مدت نبودم، خیلی کم رنگ بودم، خیلی اتفاق افتاد، خدا رو شکر همش بخیر گذشت. الان با الهام خانوم یار همیشگی قار من داریم میریم الهام خرید کنه. یه پارتی میخواد بره بتره کونه شنبه خیلی بزرگ میخوام و میخواد با من بره که یه لباس بخره، یه چیزی بخره. حالا نمیدونم دقیق چی میخواد، دامن میخواد با بلو پیرم میخواد. یادتون نره. آره ما میخوایم بریم خرید کنیم، برای الهام لباس بگیریم. حالا بهتون نشون میدم هرچی که پوشید و شما هم هرچی که پوشید الهام نظر بدید، هم ببینید کدوم رنگش بهش میاد، کدوم مدل بهش میاد. خلاصه که میخواد بره بتره کنه. با ما همراه باشید، ما داریم میریم خرید، شما هم با خودمون میبریم. پلاستیک دار رو نگاه کن، بچه ها ریختن. بلاره برعکس میاد، نگاه اینو نگاه، موهاش بره خدا خوشگل بلا. ما سوار ترن شدیم بریم. من میگم بریم بریم وستفیلد خرید کن. همه رو داره. پاساژه که برشکا و پلمبر و اینا داره. من میگم اونجا خرید کنه، ولی از یه طرف هم میخوایم بریم رامن بخوریم. چیکار کنیم؟ بریم اول رامن بخوریم، گشتمونه. هیچی نخوردیم از صبح. بچه‌ها ما از صبح هیچی نخوردیم. هم دیشب خونه من بودن دیگه، جاتون خالی، کلی شراب خوردیم و گفتیم خندیدیم. آره سبو پیتزا خونگی درست کرد، هنوز سیر بودیم ولی الان داره گشتمون میشه از صبح که پا شدیم. اگه گفتید ما می‌خوایم چی بخوریم؟ همون رامنه گفتم الان. گفتی رامنه؟ الان گفتم سبا نخورده بودم اون رامنه. قسمت چه؟ نه داره، میخوام این رامنه تو هم بخوری. رامنش خیلی خوش. الان ساعت 12 ظهره، ما 9 صبح بیدار شدیم، از صبح هیچی نخوردیم، ناشتایی. برای همین بریم اول یه چیزی بخوریم، بعد بریم اون پاساژ وستفیلد که براتون تو ولاگ گرفتم. وستفیلد تنوعش بیشتره تا آره ولی H&M من تو کنم برشکا. H&M هم داره، زارا هم داره. فرقی نمیکنه، میتونیم هم سنتروم باشیم خرید کنیم. آره حلوه مستقیم میتونیم بریم وستفیلد اونجا رامن بخوریم. نداره رستوران. این رامنه فرق داره وگرنه همه جا رامن داره عزیز. آره خلاص حالا یه کاش میکنیم دیگه. الان یه تصمیم میگیریم بهتون میگیم چیکار. آره الان لباسای تو مهمتره تا رامن. مهمونی شنبه لباسای من نیستم ولی خدام هست. واقعا بدون مریم خیلی سخته. بدون مریم خیلی صفا داره. نه بدون مریم سخته واقعا، ولی چاره نداره. مریم نمیتونه بیاد، اما تصمیم اون بر اینه که دیگه آره بابا شما بهتره چه ببرید. آره منم تعریف کنیم. من بدون مریم فقط میتونم برم برلین و پارتی و پارتی. آره الهام یه هفته رفت برلین، انقدرم دل اون برای هم تنگ شده بود یه هفته که با هم تقریبا رفتیم برلین. الان 2 روزه که برگشته از برلین دیگه. خلاصه بعد یه هفته همدیگه رو دیدیم، یه دل سیر همو دیدیم و از دیروز تا همین الان همچنان همو داریم میبینیم. معلوم هم نیست تا که داریم هم. آره از تا که ادامه داره تا پارتی. بچه من دیشب اومدم پیش مریم، بعد قرار نبود شب بمونم، فقط اومده بودیم که خب همدیگر ببینیم و اینا. بعد به مریم گفتم مریم من باید برم دیگه، یعنی شب شد دیگه، تا شب تاریک شد، زودم هوا تاریک شد. گفتم مریم من باید برم الان. و مریم گفت چی؟ کجا؟ یعنی چی میخوایی؟ داشتم میکشتمش، داد زدم سرش. داری میری؟ غلط میکنی بری. بعد دیدم رفت بالای تخت. یعنی چی میخوای بری؟ کجا میخوای بری؟ شرابتو خوردی بری؟ اومدی شرابتو خوردی داری میری؟ بعد با سبا بودیم دیگه، گفتیم خب مزاحم نشیم بریم دیگه. یعنی چی؟ شراب خوردی تازه بعدی که دعواش کردم لباس پوشیدیم با بچه‌ها رفتیم پایین خونمون، باز 2 تا شیشه شراب خریدیم، برگشتیم خونه باز توی کافه هم نشستیم. تازه توی کافه هم نشستیم قبل اینکه بریم خونه، اونجا هم شراب خوردیم. خیلی حال داد دیشب.
خلاصه که الان دیگه دستم درد گرفت، این گوشی رو گرفتم قطع میکنم تا ادامه ولاگ. بچه های مغازه جدید باز شده تو اروپا پاساژ به اسم نیو. اینا نگاه تو رو خود کره‌ایه. کره گرفتن یعنی همه جا رو. ای خدا تو فقط نگاه کن، یاد بچگیام افتادم. وای الهام این فشاریه؟ نه هیچش فشار نیست، از ایناست که توش چقدر نرمن اینا تو ببین آخه. چی؟ وای خیلی بانمکن. مسواکاشو ببین چه گوگلی. الان مسواکاشو. آره ببین. اصلا من عاشق محصولات کره‌ای ام، هر چیزیش از همه چیز. مسواکاش قیمت نداره؟ نه چه جالب، چرا قیمت ندادن؟ جدا چرا قیمت نداره؟ یعنی باید تو صندوق بپرسیم. اینا رو ببین تو رو خدا، این گیره هاشو ببین چقدر بانمکن. اینم دمپاییاشه. این سطل آشغاله چیه؟ آره اصلا من این محصولات کره‌ای خیلی خوشم میاد، خیلی باحالن. ماشین سابر رو چقدر خوشگله. صبا اینو نگاه. الهام این چه این قیمتش خوبه، چقدر خوشگله. چه چیزایی میزنن این کره‌ای‌ها. اینم منم. بچه ها من قرص هرتامین میخورم، بعد انقدر داره در میاد اینجاها. ما میبینی تمام پره. نگاه خورده موام. نگاه کن چقدر بانمکه. جانم اینم ظرف غذا. خیلی چیز میز داره. جان الهام اینا نگاه کن برای سوشی ایناست. ببین اینا میگیری نگاه میکنی چقدر خوشگله. اینا میگه خیلی توله تویاه. اینو نگاه 3.99 میگه خیلی گرونه. این هویجه مثلا. تنابه. این شونه است. فشار میدی میاد بیرون. نمیدونم کف سر یعنی ماساژ میده. آره ماساژور کف سره. اینا چیه؟ وای اینا عوده. چقدر خوشگلن. اینا چند؟ 3.49. صبا اینا رو ببین. الهام اینا عوده میکنی تو این فیله. عودای کوتاه. ببین چقدر خوشگلن. آره ببین دلم اینا خواست بخرم ولی کیفم جا نداره. کیفم کوچیکه. حوصله ندارم بگ بگیرم دستم. وای مغازه تازه باز شده. ذوق دارم. اینم عوده دیگه. اینم روشن میکنی میندازی تو اینا. آره اینا هاشم. ببین چه چیزایی دارن آخه اینا. اینا نگاه شبیه چیز آب میوه است. راست میگی چیشه؟ شبیه بابلتیه. چی هست این؟ چی هست؟ بازش بکنی. آره شاید فکرم توش حوله چیزیه. نگاه توش عکسش هست. اینم از ایناست که به گوش میزنی. اینم دوباره عروسک و اینا. مغازش بزرگه. اینم منو. این چیه نمیدونم. این چیه؟ صبا این چیه؟
دکمه داره چیکار میکنه؟ نمیدونم این والا چیز عجیب غریبی دارن کره ای. اینجا احمقی چشمنده شبیه سنجد بود میدیدیم بچه بودیم. این هم که همین نودلاست که خیلی معروف شده خیلی هم معمولیه. والا من یه بار خریدم اصلا هیچ فرقی با بقیه نودلا نمیکرد. الکی گنده کردن اینو معروفش کردن صورتیش نمیدونم فلان. این هم که موچیه من اصلا دوست ندارم. نه خوردنیاشه چیپس ماننداشو اینجوریه مغازه اسمش هم نیوه. من راهنمایی بودم سنم کم بود دیگه اون موقع نمیتونستم مثلا اون موقع نمیرفتیم ناخون بکاریم که یادمه میرفتم از بالای خونمون لوازمارش فروشی ناخون مصنوعی میخریدم با چسب میومدم میچسبوندم به ناخونا. الان اینا رو دیدم یاد اون زمان افتادم و این مدلی ها میخریدم یادش بخیر. نزدیک کریسمس هم هست دیگه دارن شروع میکنن کاوج و ماج و اینا میذارن و خوشگلاسی ها میکنن. ببین این دامنه خوبه. خب لارجش کوچیکه یعنی برات نمیدونم بزنیم بپوشم. آره حالا بردار قدش هم خوبه یکی اینو بردار. حالا بچه الهام رفته دامنه رو بپوشه اینجا موزیک میذارن کپی رایت میخورم باید زود قطع کنم. دیدی ببینم مستقیم نه قدش برات بلنده خیلی قدتو کوتاه‌تر کرده. بچه ها ما آمدیم ورومودا. این شلوارکه خیلی خوشگله اینو قراره الهام بپوشه و اینو قراره بپوشه. این مخمله میبینی اینو زیرش بپوشه. این هم خودش نگاه اینجوری استایلش کرده زیرش اینجوری تور مشکی ولی ما گفتیم از این سفیدا بپوشه زیر این مخمل مشکی خیلی خاص میشه. اینم پایینش الهام نشون بده. اینو پایینش اینجوری توره پشتش هم اینجوری هفتیه قراره. خب این سایزت نیست الهام؟ نه سایزم میخوام جمع اونها سایزتو بردار از این سفیده هم سایزتو بردار. اینم خوشگله این همین که روبروم پشتش پاپیون داره. حالا قراره همه اینا رو بره بپوشه. سفیدم خیلی نازه خداکن داشته باشه همش کوچیکه الهامی. نه اون هست. خب اینم پیدا شد. این چی الهام از اینم برداریم؟ آره اینم بپوش. چرا اینم بپوش باحاله. این گوشاده برای من. این چه سایزیه برداشتی؟ لارجشو بردار. خب اینم برداشتیم این مشکی توره که با این شلوارکه بپوشه زیرش هم یه دونه سوتین مانند این نیم تنه مشکی های خوشگل بگیری بپوشی. خب بریم که الهام اینا رو پروف کنه. ببین حتی اینم خیلی بانمکی با شلوارش. آره اینم خوشگله عاشق این شدم با شلوارش. خب اینم برداره هم بپوش. نه این مشکی نه ولی این با شلوارش خیلی با شلوارش باحاله. با شلوارش خب اینم برداریم. ببین چقدر باحاله این. سایزش هست اسه که این همش امه. نه عشقم کوچیک نه این لباسش کوچیکه امه نداره. من بپوشم؟ نه کش باشه این کوچیکه بر الهام. کوچیکه به خدا این. حالا برداره. شلوارش لارج. حالا بچه ها مشکیش سایزشو داره سایز الهام. آره مشکیشو بردار. شلوارت هم الهام لارجی؟ ایکس نیستی ایکس لارج؟ آره دوتاشو برمیداریم. حالا اینم شلوارشه ببین اینجوری این لمه میمونه لمه های لخت دوباره اینا مد شده ببین چه خوشگله پاچش این با لباسش. خب اینم بپوش. و این چه بامزه است بگیر. این چه خوش رنگه. این چقدر خوش رنگه.
برو بذار تو پروف تو کونوغ ریش. الهام اینو نگاه چقدر خوشگله. بذار همه رو بپوشه. اینم خیلی زیباست. بچه ببینم. آره بگه پایین سبا نقرش خیلی خوشگله. آره اینم خیلی خوشگله. خیلی نازه. بعد جورابم هم در میارم. آره تو راحت باش. الهام تا ثانیه دیگر پرده برداری میکند. اوه پرده رو بده کنار درست معلوم باشی. چقدر شلوارکه بهت میاد الهام. بچه حالا این سوتیانه قراره مشکی باشه. صاف کن شلوارکه تو صاف کن. آها یه ذره گله گشاده بالا تنت. آره این ایکس لارج. ببین شلوارکت خوبه ها بالا. نه اصلا بالا تنتو نیستم. شلوارکه رو هستم. خب حالا بچه شما هم بگید. حالا بدن نمایش نه بعد وایساده باش. پرده برداری بعدی قسمت 49. ای خدا قشنگ منو ببین. فقط سایز اینا یه ذره باید کوتاه‌تر انگار باشه. نه چرا باید کوتاه‌تر باشه؟ قشنگ دستاتا بنداز الهام. خیلی به نظرم باحاله. چقدر سفیده بهت اومده. برگرد یه دقیقه برگرد پشتو ببینم. برگرد پشت چه بامزه شده این دوندونای پشتت اینجوری. خب اینو که خوشم آمد خدایی. این چیزی که همیشه میتونی بپوشی. آره این یه چیز قشنگ کاربردیه. خوبه این؟ آره این که من خوشم آمد. بعد حتی میتونی یه موقع زیریه رو با یه شلوارک خاص بپوشی جداگانه ست کنی. یه موقع پیرهن رو میتونی بدون هیچی بپوشی. بدون هیچی بپوشی. میتونی یه روش کت بپوشی. حالا اون نکیارم بپوش. زنونه منونه نه؟ نه خیلی خاصه. قسمت 74. عشقم منو ببین. اینا باشه. سمت من باش. اینم چقدر فیتش روشنه. اینم قشنگه برگرد. اینم قشنگه. یه سایز تنگه. ببین ولی اون خیلی خواستت کرده بود مخمله. آره این یه ذره اون یه ذره اون مخمل سفیده فشنت کرده بود خاص. بعد برای پارتی و اینا جای تاریک خیلی اون سفیده تو چشم بود. این از این مدل چند سال پیش هم لباس بود. یادته پشت نمیدونم مهمونیایی که چند سال پیش تو ایران میرفتن نمیدونم چند سال پیش از این پیرنا بود که میپوشیدن همه تو این پارتی یا پشتش یه پاپیون گنده داشت و ساده بود. باور نکنید اپل داره. چی اپل داره؟ این لباسه که الان بچه بیرون سرده بعد میخوای بیای پاساژ خرید کنی انقدر که پوشیدی میپزی. خیلی این بده. قسمت 78 الهام الان وارد میشود. قد بهت میاد. شلوارش ایکسه. میتونم لارجش هم بپوشم. دیدی گفتم ها این که اندازه است. این ایکس لارج شلوار. خب الان مگه گشاده برات بالاش؟ چقدر این خوشگله الهام. عزیزم بیننده ها میخوام ببینن فدات شم. پس بذار ببندم. این سمتیشو اول اینو ببینم یه دور لباسشو. چقدر بهت میاد. اینم خوشگله الهام با پاشنه. چقدر هیکلت هم خوش فرم کرده. ببین این بهتر از اون. آره حالا شلوارتو لارج بپوش. به لاج آوردی؟ آره آوردیم. خب به نظرت لارجش خوبه نه خودت میگی؟ آره چون خیلی کشه. درسته؟ آره لارجش خیلی گنده تکم خوشو. لارجشو بردار. الهام یه گنم باید بریم بخریم. داری؟ خب بهتر. چون این پارچش خیلی لخت و نازکه زیرش یه گم بپوش خیلی. بعد کوتاش کنم. نه این با پاشنه همینجوری بلند. نه مگه پاشنه نمیخواد آره ولی بپوشه. بیرون میری یکم بکش بالاتر. میشه بکشی کمرت بالاتر. کار کنی که پاش قدت بیاد. بچه‌ها حالا به نظرتون کدومش خوشگل‌تره؟ من خودم از این خیلی خوشم اومده. آره این خیلی هیکلت هم قشنگ کرد. ولی من اون سفیدرم خیلی دوست داشتم. ولی نه. بذار ببینیم چه جوریه. این که خیلی خفنه. خیلی شیک و با کلاس و من به نظر
این خیلی شیکه با گوشواره‌های بزرگ. آره گوشوار کفش- مشکیه. آره کفش پاشنه بلند. آره کیف برعکس، رژ قرمز زرشکی مانند. آره شو شلوار هر کدوم خودت هم حال میکنی. ببین همین بهت خیلی میاد، همون من میگم اینو بگیر که باش راحتی دوستش داری. با کفش پاشنه بلند. آره. مثلا موهات هم درست می‌کنی یا یه آرایش رژ. آره خیلی خوشگله این. اکسسوری دیگه چی میشه؟ ببین بچه‌ها پارچش اینجوریه میبینی؟ جلوش هم اینجوریه لباسه. نازه آره. خوشگله این. سفیدم اصلا این نپوشونه. نه سفیدر بپوش جون من به خاطر من. بچه ها یه دونه بار خفن تو برلینه به اسم مانکی بار. بعد من خیلی جدی گفتم الهام اینو خواستی هفته دیگه با صحبا بری برلین، آیسی مانکی هم میتونی بپوشی. آیسی مانکی مانکی بار رو گفتم. بعد میگه آیسی مانکی چیه؟ نوشیدنی اونا. قسمت 120. نه جدی وایسا دقیقه با نمکه اینم. بابا چی؟ سمت من برگرد. سمت من چقدر ولی صورتت باز شد. بیا جلو تو نور. اسمشون برا اینجا زیاده. آها. آره. دورتونه. بودو. برگرد یه دقیقه. موهام خیلی بد. نه افتضاح. نه خب قبلیه خب خیلی هیکلتو چیز کرده ولی چقدر خوشگله برقای سفیدش. خب دیگه هیچی لباس نمونده بپوشی؟ خب پس همون دیگه هممون رو همون بودیم دیگه لباس شلواره. من بازم اوکی پس همون بودیم. خیلی شیک. بعد دیگه نیازی نیست جوراب شلواری هم بخری. دیگه بگو همون کفش پاشنه بلند و تمام. بچه‌ها همین تصویب شد. همین لباس شلوار مشکیه رو الهام میخواد بگیره، بلوز شلواره رو. و اینکه دیگه ما نمیریم وستفیلد دنبال لباس. دومین مغازه‌ای که تور پاپازاش اومدیم الهام لباسشو انتخاب کرد. چنین بچه‌ایه دیگه، نه سختگیره، نه اذیت میکنه، نه خودشو اذیت میکنه، نه ما رو اذیت میکنه. سریع یه چیزی که خوشش میاد و میخره دیگه. خلاصه الهام خریدشو بکنه ما بریم طبقه بالا غذا بخوریم. خیلی دیگه در گشتم میشه، سرم داره گیج میره. الهام یهو پرده رو بزنم کنار حیثیت تو ببرم. نه لخت نیستم. اه؟ چی مبارکه. اینم بهت خیلی میومد. خب اینم خیلی خوشگل بود خیلی. آره خوشگل. ولی خب اون اوکی بودی باهاش دیگه. آره مبارک. خیلی اوکی تر بودم. مبارکه. بچه پارتی. یه جوری میگه اینقدر زندان آزادش کی آزادی. به خاطر اینکه من خیلی وقت پارتی به این بزرگی نرفتم. آره او اصلا خیلی وقته. شاید میتونم بگم از وقتی که اومدم آلمان. 2 ساله 3 ساله چقدر؟ آره 2 ساله که هیچ پارتی به این مثلا عظمتی نرفتم. آره. فستیوال. ولی این پارتی که میگم پارتی ایرانی نیست و خیلی خاصه دیگه. خیلی خاصه. خلاصه که خیلی خاصه. نگم براتون. خیلی بزرگ. کاش میتونستم ببرمتون ولی متاسفانه منم حتی نمیرم. هیچ کس نمیتونه. فقط الهام داره میره. فقط آیسی مانکی. آیسی مانکی آب میوه بود. اشتباه گفتم. هفته دیگه قراره با مانکی بار رو میگم آیسی مانکی. آره هفته دیگه قراره با سوا بریم برلین. اونجا هم بریم یه بار. داشتیم فکر می‌کردیم که کجا بریم و این خانوم اشتباهی گفتم. هر روز میگه آیسی مانکی. اون سوتی میدم باره. نمیره تو ذهنم. آیسی تو خب دیگه همین تصویب شد. همینو برداشت الهام. مبارکه. بچه‌ها ما اومدیم همین الان نشستیم 10 دقیقه وایساده بودیم. خیلی چقدر شلوغه دیگه. یه خانم بلند شد دیگه این صندلی خالی شد. ما رامنه رو بخوریم و ادامه ماجرا. طبق معمول اینو میخوایم بگیریم بخوریم. هر دفعه با الهام میومدم میگفتم جای صبا خالی. امروز قسمت شد صبا هم بیاد. بچه فقط از دستای صبا میتونم براتون ولاگ بگیرم. بچه ها دیگه نزدیک کریسمس داره میشه و این قرفه ها رو دارن میزنن.
اینها میبینی شبا؟ آره تو برلینا زده بودن اینها غرفا ولی هنوز باز نشده دیگه. واسه برلین باز شده بود. دروغ به نگو. خدا واسه برلین باز بود. من رفتم. مال برلین باز شده؟ آره واسه برلین غرفه هاش باز بود. بعد یه دونه بچه یه دونه اسکی روی یخ بزرگ که فکر کنم ایران اینترنشنال هم پخشش کرد. آره خیلی زیبا بود واسه برلین. چه باحال. برم بانک پول بگیرم. بعد اینکه دوباره بریم ادامه داستانمون. اب شد دیگه از این سبزتر نمیشه دیگه. خب اینم بانک. میخوام برم بانک بزنم. ای خدا این دستگاه بازی در نیاره پول بده بهمون. بچه ها تو مک یه رژ لب صبا میگه خیلی خوش رنگه. اینجا تازه باز شده مک اینجا. چه شماره یه صبا؟ آها تو گوشیش شماره. این قرمزش یه ذره دیگه خیلی قرمز خامه. به ما میگه. آره یه ذره راشن رد. ببینم چیز نداره؟ تستر نداره. بچه ها اینی که قرمزش مک راشن رد شماره 612 میگه خیلی خوش رنگه. من بازش نکردم. نمیشه بازش کرد خب بعد بگیری. آخه این چه روش بدرنگیه. مثلا فکر کنم مک خرید کنی پولم بدی این رنگی بخری. لبات انگار کپک زده انگار مردی. چرا همینه؟ میری استخر لبات این رنگی میشه. چیه این؟ بچه ها رنگ بندی رو فقط شما ببینید چقدر رنگ داره روششو. اوه نگاه فقط. بهش گفتیم میخوایم ببینیم رنگشو. باز شدهشو نداره. حالا بیاره ببینیم رنگشو. بالاخره باز کرد. چقدر خوش رنگه. Wie viele kostet? 27. 27 چقدر خوب. من که قرمز نمیزنم شما بگیرید. الهام و صبا خریدن. من که قرمز خیلی نمیزنم. آره شدید. بکه خیلی خوشگله. قرمز مورد علاقه منه. اینا نگاه چقدر خوشگله. رژ لب زیبام با چه پرنده خوب فرود اومد. میگه باید پرنده چه خوب فرود اومد. مگه هواپیما فرود اومد. خدا. خب بچه ها رژشون هم خریدن خیالشون راحت شد چون سبا چند روز بود این رژه رو میخواست وقت نمیکرد بیاد بخره. یه رژ ترندیه توییتر. خوش رنگ ترین رژ ترندیه قرمز مکه. کل توییتر گفتن این رژ قرمز مکو بخرید که گفتم راشن رد شماره 612. خانمای مجرد بخرید. خانمم سکسی لیدی با کانسیلر زیاد زیرشه. آره کانسیلر با کانسیلر فراوون سفید اینو بزنی. کانسیلر سفید خیلی چیز ترندیه. من دوست ندارم انقدر سفید. امسال چی مد شده؟ زیر چشم و اینا سیاهیاش بمونه، فیلر نزنید. مسخره هیچ بازی کاری نکنید. ادایی کارهای ادایی مد شده امسال. خورده. نه باز نمیشه هنوز اینا شبا. آقا نیایی بزنی به ما. بچه این غرفه ها داره باز میشه کم کم برای واینخته. شراب داغ میدن. بچه های واقعی ها
الان داشت تکون میخورد. خیلی سخته تو اینجوری ساعت ها بشینی خشک تکونم نخوری. الو تکون خورد. تکون خورد. میخوام بهش پول بدم. پول خوردم تموم شد. به سبا گفتم بهم پول بده بدم به این آقاه. چیز بچه ها این کیف اومدیم یه مغازه دیگه. این کیف پلنگیه با نمکه. گفتم الهام اینو بگیره با همون تیپ مشکیش بندازه. این کیفه رو خوشگل میشه به نظرم. الهام به نظرم این با مزه است با که چیز لباست. نگاه پلنگیش چه با نمکه. خوشگله. آره خوشگله. اینو برداشتی بپوشی؟ خب یه جا بذار صندلی باشه راحت بشینی. من کیف مشکی هست. چیه؟ خب اینو نخواست چون گفت میخوام کیف مشکی بگیرم. کیف مشکی میخواد. بچه ها امسال دوباره برقی و اینجوری مد شده. یعنی هر مغازه‌ای میری نگاه کن. نگاه لباساشو همش نگاه برقیه امسال دوباره. آی تکرار میشه هر سال. بعضیاش خیلی خزه، بعضی از این برقی ها خیلی زیباست. من این شلواره خوشم اومد. شلواری که تنه مانکن است با مزه است. بچه ها الهامی چی نخرید از این مغازه. اومدیم بیرون داریم میریم زارا. آره بریم زارا. البته من دوباره مغازه خریدم کردم. من چرا وقتی میام اینجا چیز میکنم نورش خالی. قیافم انقدر بد خوابیدم دیشب. سردرد دارم قشنگ مشخصه قشنگ صورتم میبینی؟ ولی منو سبا که خیلی خوب خوابیدم. خدا رو شکر من خیلی بد خوابیدم. من قشنگ یادم داشتم با سبا صحبت کردم وسط صحبتمون جفتمون گفتم خیلی خوب دیگه شب بخیر. من خیلی بد خوابیدم. بریم ببینیم زارا چی داره. هوا خیلی خوشگله اصلا سرد نیست. آفتابم داره میشه یه نمه میاد و میره. خیلی باحاله. بچه ها تغییر دکوراسیون دادن. نگاه کن یه آدمه بود تو پلاک قبلی تکون میخورد دستاش حالا شده بابا نوئل. اینهاش اینجا هم داره غرفه ها کم کم باز میشه. چند روز دیگه رفتیم تو زمستون. خیلی خوشگل میشه. یعنی واقعا اروپا رو سرماشو من فقط میتونم در صورتی تحمل کنم که این غرفه ها هستن و شراب داغ هست و چراغونی میشه خوشگل میشه. وگرنه واقعا در غیر این صورت ثانیه من نمیتونستم تحمل کنم زمستون اینجا رو. این صندلیه رو چیزی نمونده. بچه ها داشتیم راه میرفتیم الهام دوستشو دیده. پریا همون کاپشن سبزه که داره پریا میره. دوست هانوفر منه. یهو هم دیگر دیدن جیغ بغل من ترسیدم. آره یهو گفتم اینجا چی دیدیم شده؟ دوست هانوفر منه. بعد به من گفتش که پریا دوستمه. خلاصه که الان خوشحالن همو دیدن و آره خیلی خوشحالی. آره بریم یه جا بشینیم. خیلی خوشحال. دوستا همو دیدن اومدیم یه کافه خیلی خوشگل بشینیم دیگه. پریا غذا بخوره ما هم بشینیم یه شرابی بخوریم. سلامتی سلامتی.
بچه ها من همین الان این کتونی نایکیه رو از زالاندو سفارش دادم. خیلی خوش رنگه. گفتم به شما هم نشون بدم. رنگای مختلف هم داره. حالا من این رنگشو میخوام بخرم. اگه دوست داشتید شما هم سفارش بدید، چون دوستم هم الان پاشه میگه خیلی کفش راحتیه. بچه ها ریمل هدا بیوتی خدایی خیلی خوبه. نگاه، تازه من خیلی کم زدم. Oben sieht man alles nur verblasst. Menschen, die sich streiten, verrückt und viel zu krass. So krass, so frei von nichts mehr fest. Sowieso zu groß, ja. Die Straße aus ist fallen von der Sand. Orange und rot wie immer. Alles gut, ich bin bereit. Wir allein. سلام، ما دوست خوشگلمون رو دیدیم، رفتیم با هم شراب خوردیم، بعد دیگه یه عالمه اتفاقای جالب افتاد واسمون، خیلی جالب بود واقعا. بعضی وقتا زمان بندی خدا. الهام این چه خوشگله. ماشینه اینجا معلوم نمیشه. بذار چای ماشینه. دکور مغازه چه بامزه است. داشتم میگفتم زمان بندی خدا واقعا حرف نداره، یعنی یه وقتا یه اتفاقایی درست میگن؟ یه وقتا یه اتفاقایی میفته که خدا میخواد بهت ثابت کنه که ببین جستی قشنگم ملخک. ها قشنگشی. بعد دیگه خدایی خیلی حس خوبی بود. من دوستم رو دیدم، دوستم داره میره سوار قطارشه بره شهر خودشون و اینکه ما هم داریم میریم ببینیم هنوز ادامه خریدم. نه که تموم شد خریدا دیگه. زارا رو ببینه و اگه چیزی تو زارا خوشش اومد کت بخره. زارا رو رد کردیم. آره الان بریم زارا. اگه هم خوشش نیومد که دیگه اونقدر مهم نیست دیگه. منم دیگه کم کم برم سمت خونه. از ساعت 11:30 صبح بیرونم. الان ساعت 4:30 عصر دیگه زارا هم ببینیم و کم کم آره برم خونه. 16 خب ما بریم تو زارا ببینیم الهام پیدا میکنه کاپشن. نه اینم خوشگله. آخه این پلیبرا خیلی نداری. البته این رنگی نداری. اینی که برداشته ببینم. این خوشگله. خب این مدل مال منه. این دورو نیست؟ نه دورو نیست. این قلم اصلا خیلی خوشگله. خب مشکی هم هست، به همه چی میاد توش. گوسفندیه اینا. یعنی این اونم خوشگله. زغالی دیگه. زغالی زیر همین مشکی. لارج برداشتی؟ دیگه ببینم چی داره. الهام جوراباشو جدید زده. نگاه کن تو رو خودت. مثل بچگیامون بود این جورابا داشتیم. بافتنیای گلدار دوباره مد شده بعد این همه سال. جنساش هنوز همون مدلی هست. همش قهوه‌ای. دقیقا منم که همش قهوه‌ای دارم. هموناست. یعنی نه که همونا باشه، همون رنگه. باز میبینی همچنان جین قهوه‌ای هم. میبینی اینا همینجوری. این چه بانمکه این تیپ استایله. آره کت شلوارکه رو زیرش زرد. چقدر زردش خوشگله. زرده کو اینهاش اینجوریه. چه زرد خوش رنگیه. نگاه دوباره این مد شده. میبینی پشمیای چارخونه دقیقا مثل همین قبل. بریم الهام اینو بپوشه اتاق برو بریم چه شکلیه تنش. وایسی. نه همه جا موزیک میذارن. ای من کپی رایت میخورم. گذاشته اینم قسمت 90. الهام همچنان در پرو به سر میبرد. شماره 14 هست. باز شود دیده شود.
وای چقدر بهت میاد الهام. منو ببین کجا رفتی؟ نه این مدلش از این چون گوسفندیه مدلش از این گنده هاست. من به این لاغری نگاه تو تنم چجوریه. چقدر این پلیور زیرش خوشگله الهام. این رنگی پوشیدی زغالی. آره از شما نظر بدین 100 ورش دار به نظر من. ببین من که انقدر لاغرم نگاه اینا پوشیدم نگاه کنید بچه‌ها چجوری میشم. این اصلا مدلشه. نه ربطی نداره اینا کلا مدلش این چیزاست. خوشگله الهام خیلی بهت میاد. با همین شلوارت چه باحال شد. خیلی خوبه. یه بار برگرد سمت من. خیلی خوشگله. برش دار الهام. برش دار. خیلی خوشگله. مبارکه. اینه آه ندیدی؟ شنبه همه مهمونی این شلوارش اون این خواه تو این گذاشتی؟ کت تو مبارکه. خیلی خوشگل بود. وای دلم ماچالاته میخواد. برم بگیرم بزنم به بدن و برم خونه. موهام نگاه قهوه‌ای شده تو نور اینجاهاش. باید دوباره رنگ کنم. کج میشه همش. این زیرش چرمیه خیلی لیز میخوره تو تن من. خیلی خوشگله این ساختمونه. یه دونه کافه اینجا هست گرند کافه. یکی از قدیمی ترین کافه های هامبورگه. حالا شاید الان که دوست الهام رفت ازش خداحافظی کردیم بیایم بشینیم اینجا یه کافه چیزی بخوریم. یه لحظه داشتم فکر می‌کردم اگه پسر بودم مثلا کدوم این استایلا رو میزدم. از این سه تا شاید همین سمت راستیه رو میپوشیدم. از این سه تا دیگه خیلی اصرار کنن بگم باید بگی میگم همین وسطی. در کل سلیقه‌ام نبودن اینا. از این سه تا خب سمت چپی خیلی شیکه، سمت راستی هم خیلی شیکه. حالا تیپ سمت چپا میزدیم. راستم خوبه ها ولی چپا میزدم. از این دوتا سمت چپی رو میزدم. اینم که اینجا تنها وایساده. از این دوتا هم همین کلا سبزه رو حالا میپوشیدیم. دیگه همه مغازه ها کریسمسی شد. بچه ها آسمون رو ببینید چقدر خوش رنگ، چقدر زیبا. آخه این چندمین زمستونه که ما اینجا داریم، این چهارمیشه داریم این
داستانا رو میبینیم. چقدر این مغازه خوشگله آخه، نگاه تو رو خدا چه چیزایی داره. چقدر زیباست واقعا. اروپایی‌ها تو این چیزا بی‌نظیرن ها. یعنی ببین آخه تو نگاه کن چقدر خوشگله، خیلی خوش سلیقه‌ان تو این چیزا. فقط تو نگاه کن چقدر قشنگه. خدای من خیلی خوبه. کارت پستالاشو چقدر خوشگله. چه بوی خوبی هم میاد تو مغازه. خیلی نازن. ایرج بریم. این قدیمی ترین و خفن ترین کافه هامبورگ، گرند کافه. این چقدر خوشگله، خیلی خوشگله. تا حالا نیومده بودم توش. بزن بریم. همش داریم میخوریم. اینجا رو نگاه چه خوبه. خیلی گوگوله. اینو نگاه. چقدر خوشگله خدای من، خیلی خفنه. من کشید اینجا رو به ما داد بشینیم. یاها بچه خیلی خوشگله. لباس ها رو اونجا نگاه کن. خیلی خوشگله. ببین اینو نگاه، تبل چیه داره میاره. ببین خوشگل ترین کافه‌ای که من تو زندگیم رفتم تا به امروز اینجا. واقعا چرا تا زیبا. الان نمیومدی؟ یه بار قرار بود با هم بیام. میام اینجا راه میریم اینجا نمیام. قسمت بود الان بیان اینجا. آره. چیا داره؟ بچه هایی که هامبورگ زندگی میکنن اگه نیومدن اینجا بیان حتما. اسمشم رون کالی گرند کافه. کسایی هم که هامبورگ زندگی نمیکنن میان هامبورگ مسافرت خواستید بیاید حتما این کافه بیاید، خیلی خفنه. این جانب با مایکل کریس قرار دارم، پدر بزرگ مایکل کریس. من خیلی فرد مهمی شدم. بچه ها چیز کیک هامون رو آوردن که توش آلبالوه. منتظریم کافی هامون رو بیارن. الهام کاپوچینو گرفت، من ماچا لاته گرفتم، سبا هم کارامل ماکیاتو گرفت. خیلی هم تشنمه، فکر کنم داره میاره برامون. نه بود یا دنکشون. ماچای ما اومد. گابل خب اینم کاپوچینوی الهام و کامل ماکیاتوی سبا. چقدر ماچالات هم کوچیکه و چقدر خوش رنگه. شبیه شمع که میخوادیم روشن میکنی. من یه طرف یه ماچالات خوردیم با هم دیگه. بغل زالاندو. اونم خیلی
خب امروز گفتم بریم اونجا با سبا همینقدر بدونم. آره کلاینه دانکه کلاین. واسه داشتم میگفتم ماچالاتم خیلی کوچیکه و نصفش کفه ولی خیلی خوش رنگه، این رهین شمه واقعا. خب دیگه بریم بخوریم دیگه. الان میخوام کف کنیم. الان لحظه کف بده نده کف نگردی سیبی. امروز 12 یا 13 انقدر خندیدیم داریم میمیریم. حتی شما تا حالا آبی داشتید که سرش اینجوری؟ الهام اشرافی. ببین این آبی که الهام سفارش داده از کاپوچینوش گرونتره. مریم از خانواده سلطنتی خدا لعنتت نکنه این خانواده سلطنتی. آب رو نگاه کن، اون سر آبه چی میگه اینقدر بامزن؟ بابا این سرش پیچیه، یه سر معمولی، یه آب معمولی. آخه تا حالا همچین آبی ندیده بودیم تا حالا که دیدیم. یه آب معمولی هم. بچه ها لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. خیلی دوستتون دارم. اینم از فقط از دستای سبا میتونم ولاگ بگیرم، اینو همش میگم. یادتون باشه که فقط دستای سبا رو میتونید تو ولاگای من داشته باشید. امروز ما هم به پایان رسید. الهامم خریداشو کرد، کتش هم خرید از زارا. خلاصه که شنبه بره بهتره کنه، کلی بهش خوش بگذره. و اینکه اینم از این. خیلی دوستتون دارم، مراقب خودتون خیلی باشید. تا ولاگ بعدی خدافظ. خدافظ بچه ها، به زودی میبینمتون. من با آب بسیار گرون قیمتم که سرش اینجوری باز میشه از شما آبی که از کاپوچینوم گرون تره از شما خدافظی میکنم. لایک، کامنت، سابسکرایب برای مریم یادتون نره. مراقب خودتون باشین. به زودی میبینیمتون. این دفعه واقعی چوس. چیز